امروز آموزش گل رز با کدو داریم. برای شروع از 1/4 کدو یک برش میزنیم و با چاقو برش هایی رو به صورت زیگزاگ برای ایجاد کاسبرگ میزنیم. ما برای گل رز نیاز به 3 یا 4 کاسبرگ داریم. بعد از این مرحله پشت هر کاسبرگ رو با چاقو و زاویه 45 درجه خالی میکنیم. موقع خالی کردن مراقب باشید که لبه های کاسبرگ آسیب نبینه. در انتها هم همه پوست های اضافی رو با چاقو بر می داریم و در نهایت باید ما بین کاسبرگ ها یک گلبرگ ایجاد بکنیم. از گلبرگ اول پشتش رو خالی میکنیم. بعد از وسط گلبرگ اول تا 1/3 مونده به کاسبرگ برش دوم، دوباره برش سوم هم به همین ترتیب و برش 4 ما بین برش سوم و اول قرار میگیره. برای زدن ردیف دوم یه مقدار از سطح کار رو پایین تر میاریم. ردیف دوم باید مابین گلبرگ های ردیف اول باشه و فرمولش هم طبق همون کاریه که برای ردیف اول انجام دادیم، یعنی از وسط تا 1/3 انتهای گلبرگ ردیف دوم و 45 پشتش رو خالی میکنیم و وسطش رو و یا مرکز کار رو حجم سازی میکنیم. این هم گل رز زیبا